سلام عزیزان، من امروز دمپخت عدس پختم. دمپخت کازرونی عدس. اول گوشت رو با پیاز و ادویه‌جات پختم، نیم پس که شد عدس ریختم. بعد که عدسمون پخت، شوید و سیر. الان فصل سیر سبز، شوید و سیر سبز اضافه کردم. الانم دارم گوشت رو میذارم وسط دمپخت تا دمش بدم. ترخونم با گوشت ریختم که بو عطرش قشنگ بمونه توی دمپختمون. جای همگی سبز.